توجیکستان در آسیای میانه سرزمینی است سرسبز و خرم، افسانوی و ملکی است که 4 فصل سال به ویژگی خویش توجه همگان را به خود جلب می‌نماید. با فرارسی فصل زمستان در این سرزمین که 93% را کوه‌ها تشکیل می‌دهند، کوه و دشت و دمن برفپوش گردیده، منظره زیبایی به نظر جلوه‌گر می‌گردد. آب و هوای این فصل اکثراً سرد است. در منطقه‌های جنوبی مملکت حرارت هوا چندان سرد نمی‌شود. کشاورزان تا فرارسی موسم سردی الکی کشت تیره‌ماهی انواع گوناگون محصولات نیازی مردم از جمله گندم را به انجام می‌رسانند که در این فصل زمستان از نمی طبیعی برف بهره‌ور گردیده با معتدل شدن حرارت نشو و نمای آن به مراتب خوب می‌گردد. همین طور می‌توان اظهار نمود که فصل زمستان در این سرزمین کوهسار افسانه‌ای تا انتهای ماه فوریه ادامه می‌یابد. بهار طبیعت سبز و خرم می‌شود و محض از بهار معلوم کردن ممکن است که برکت دوام سال چگونه خواهد بود. اگرچه فصل پاییز خزانریز عنوان شده، لیک کس خود را در عالم افسانه دیگر احساس می‌کند که طبیعت خود را زرهلی می‌گرداند و چون شب سال است، نتیجه سال هم همینجاست. کوهسار تاجیکستان طبیعی است که با گل و گیاهای شفابخش، دار و درختان زیبای آرایشی، حیوانات و نباتات نادر و پرندگان زیبای خوشخوانش دل هر بیننده را تسخیر می‌نماید. به همین خاطر در هر یک شهر و ناحیه‌های کشور عزیزمان ممنونگاه‌ها، پرورشگاه‌ها و اینچنین خواجگی‌های جنگل موجود می‌باشند که برای تازه و آزاده و نگاه داشتن محیط زیست خیلی موافق می‌باشد. یکی از همین گونه مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ناحیه رشت میباشد. در این خواجگی 22 نفر ساکنان صاحب جای کار میباشند که همیشه برای رواج ساحه جنگل پروری آمدند. انسان در همه حالت در کجایی که زندگی کند، چه خرد و یا چه بزرگ، به طبیعت و دارایی‌های آن احتیاج دارد. به هستی‌های طبیعت حیات در یگان دور زمان پایدار بودن نمیتواند، زیرا هستی هر یک جسم زنده با آب، خاک، باد و هوا، گل و گیاه، نباتات و حیوانات و رستنی‌ها سخت علاقه‌مند است. در بعضی مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه رشت پرورشگاه زوولوژی کمراب موجود میباشد که سال 1970 تشکیل شده است. مقصد تشکیل نمودن پرورشگاه نگاه داشتن خرس ملای تیانشانی بوده. در کتاب سرخ تاجیکستان داخل کرده شده است. سمت‌های اساسی فعالیت پرورشگاه پیش از همه نظارت عاید بر رعایت معیارهای چراگاه در اکوسیستم‌ها و استثنا نمودن شکار کسبی به شمار می‌رود. مساحت پرورشگاه 9000 هکتار را تشکیل می‌دهد. پرورشگاه با مضافات بیوگرافی حصار و درواز داخل می‌شود و در قطارگاه‌های خراتیگین طرف چپ دریای کمراب و سرباغ جایگزین است. با بلندی‌های زیاد نگاه نکرده، ذخیره‌های طبیعی در اینجا زیاد میباشد. در این پرورشگاه رودخانه و دریاهای بزرگ و ششدره‌های زیبای و مفتون کننده نمیتواند از نقطه نظر هر یک بیننده در کنار ماند. خاک چون هستی بزرگ طبیعت احیاگر تمام موجودات عالم است. این ثروت بزرگ امکانیت می‌دهد که برای پرورش گیاه‌های شفابخش، گل و بوته‌های نادر، درختان حاصلده از قبیل دولانه، چهارمغز، پسته‌های یابایی، درختان آرایشی و سایه‌افکن شرایط مساعد
فراهم آورد. باد و هوای تازه و آزاده منبع آسایش صمیمی جسم‌های زنده روی زمین است. در پرورشگاه کمراب ناحیه رشت زیاده از 70 نمود درختان آرایشی و سایه افکن موجود است که در تازگی محیط زیست نقش بهایت بارز دارد. اینچنین در نزد خواجگی جنگل این ناحیه نهالخانه خود در میدان 1 هکتار دامن سهم کرده است که اساساً نهال‌های سیب، نوک، چهارمغز و دیگر درختان بارآور پرورش کرده به فروش برآورده می شود که اساساً طلبات امروزه جامعه به همین چیز زیاد است و برای رشد و نموی ساحه جنگل پروری خیلی مساعدت می‌کند. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل دارای 37,000 گکتار زمین‌های فوند دولتی جنگل میباشد. در بعض خواجگی جنگل ما پرورشگاه دولتی کمرو فعالیت دارد که در پرورشگاه بوتا میوه‌های نادر از آن جمله خوچ، اولوچه، دلونه، زلول موجود است. این چنین زیاده از 50 نمود گیاه شفابخش است که امروز کارمندان ما میتوانند اینها را جمع آوری نمایند. در اساس اگر شهرنامه میشید اون مؤسسه‌های دارو تیار کنیم ما تیار بودیم که این گیاه را جمع آوری کرده بسپاریم. این چنین در پرورشگاه کمرو عالم حیوانات هست وجود دارد که با این خرس تیانشانی، مله، خب سیلوسین، ببر کوهی، خب زرگوش، دله، سغور، این چنین عقاب‌ها چند نمود قامت دارند. کبک‌های سرخه، کبک هلال موجود است و شرایط پرورشگاه ما برای امروزه توریسم به نهایت خوب می باشد. سالهای اخیر به ساحه زنبور پروری اهمیت جدی داده می شود چون زنبور اصل پروری یکی از ساحه‌های فایده‌ناک خواجگی خلق به حساب می رود که مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه از این استثنا بودن نمی تواند و در داخل این پرورشگاه زنبور اصل پروری نیز رواج یافته است. در اساس قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره زنبور پروری، شخصان واقعی و حقوقی اینچنین کارخانه مؤسسه‌ها و خواجگی‌های دهقانی خواجگی جنگل و پرورش زنبور اصل مشغول می‌باشند. مرحله گذارش به اقتصاد بازاری، بازسازی ساختار در اقتصادیات و مناسبت‌های استحصالی و پرورش زنبور اصل یکی از ساحه‌های مهم و فایده‌آور اقتصادیات ناحیه به حساب می‌رود به تأثیر بودن نمی‌تواند. هر یک انسان را قرض بزرگ انسانی آن است که هستی‌های طبیعت نادر را چون گوهرک چشم نگاه دارد و نگذارد که طبیعت را به زوال آورد. آبادی کشور و تازگی محیط زیست تنها به آدمان وابستگی دارد و احترام طبیعت و منبع‌های آن قرض هر یک انسانی اصلی میباشد. خلاصه طبیعت چون عامل بزرگی هستی و حیات در تمام دور و زمانها به دستگیری ما آدمان نیاز دارد. انسان ها نیز چون مخلوقات زنده به هستی‌های آن آزادانه عمر به سر بردن نمی‌توانند. کشور عزیز ما بسیار طبیعت بزرگ و نادر دارد. طبیعت اطراف را به چتر سایه افکن بزرگ میتوان تشبیه داد که انسانیت را از گرما و بارشات زیاد ایمن می‌دارد، از بیماری‌ها دور می‌سازد. همه ساله هزار سیاحان شیفته و شیدای مواجه این منظره‌ها شگفت از کوه و نباتات و حیوانات، پرندگان و خزندگان گوناگون طبیعت تاجیکستان که دلکش و دلربایند سال از 12 ماه پا از اینجا نمی‌زنند.